اگه هنوز اینساید رو بازی نکردی حواست باشه، این ویدیو یه اسپویل بزرگ داره. همین الان این ویدیو رو لایک کن و چنل هم ساب کن. بهت قول میدم اینجا قراره کلی بهت خوش بگذره. بریم سراغ ویدیو. آیا میدونستی شخصیت اصلی اینساید اصلا انسان نیست؟ در تمام بازی فکر میکنی یه پسر بچه که داره از یه دنیای ترسناک فرار میکنه، ولی آخر بازی همه چی عوض میشه. اون موجود عجیب و توده‌ای به اسم هادل رو یادت هست؟ اینجاست که میفهمی این پسر فقط یه ابزار بوده، یه بخش از اون موجود. نه تنها کنترل شده، بلکه خودش یه تکه از یه آزمایش بزرگتر. یعنی چی؟ یعنی اون بچه اصلا انسان نبوده، یه قطعه گوشتی با ظاهر انسانی برای رسیدن هیولا به آزادی. ترسناکترین بخش ماجرا اینه که تو کل بازی داشتی به یه موجود کمک می‌کردی تا فرار کنه، به یه هیولا. فکر می‌کردی قهرمانی؟ نه، فقط تو یه واسطه بودی. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشی.